شکر آبت، شکر خاکت، شکر نامت ای وطن. شکر این برادرها و این قدر برادرای قدردانی وطن دوستدارم و ملت دوستدارم. چقدر شکر بگیم کم است. ما مردم تاجیک دیگرت این مهر ببینید، این محبت ببینید، باور میکنید با ما دوباره تر هم وطن عاشق شدم، هم ملت خودم عاشق شدم. با همه طرفه چقدر که شما رو دوست می داشتم، ده باره زیاد بر زیاد با شما رو دوست داشتم. هموطنان عزیز، هزار رحمت میگم برادرایی که ما را دستگیری کردن. اکا عبدالله جان اومد بوم ای همه شما صدها بار مینداری کرد. من میندارم ای خلق خودم، ای ملت خودم، ای برادرایی که دستگیری کردن. هزار رحمت میگم. رحمت عبدالله رینما هم با شما دا میرسانیم. هزار رحمت برادرای قدردان که شما دستگیری کردین. اکا عبدالله راستی که گفت که انشالله که زیاد بر زیادیش خطی پل جمع شی. مقصد که میبرم بسیارشون ریچینی میکنم. فقط دعا میکنیم که برادران عزیز خداوند بزرگ همین داداره که عزیز مانه ساق سلامت بر بگردان و به وطن بیاره و داداره که عزیزم شفا بیاوند در آینده یک نامبردار ملت یا پرچمبردار ملت شوند. سربلند و خانواد باشید دوستان عزیز. البته این همه چیه؟ آبادی وطن، صلحی وطن، همین تنجی باشد، امانی باشد، ملت سیر باشد، دولت سیر باشد. انشالله که دستگیری همدیگر آسانه، یکدیگری دستگیری میکنیم هم خیر همه وقت. برای همین سربلند و خانواد باشید. خداوند بزرگ دولت دنیا را در سر همه برزانه. خداوند بزرگ پاک و پروردگار را همه تا نگهبانی خودش باشه. باقی سربلند و خانواد باشید. در کجای باشید نباشید، پدر و مادرتان در بالای سرتان سایبان باشد.